یو گاز چطوری بچه‌ها؟ TV 8 هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو خیلی خفن. آقا ویدیو داریم، چه ویدیویی اومدیم آفر رو خرج کنیم، گان لولیامون لولش رو ببریم بالا، بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها لایک و سابم فراموش نشه، کامنت هم بذارین، اون زنگوله کنارش هم بزنین، عشقای منید، بریم که داشته باشیم. خب آقا بریم داخل آفر رو. خب یه دونه بزنیم ببینیم چند درصد میخوره ماجی. 80% خوردیم. خب آقا با 80% بهترین کار اینه اول اینو بگیریم، وقتی 90% خوردم کلاه قرمزی رو میگیرم آجی. ببینیم اصلا چیه اومده آجی. این اومده ست بدی نیست، این کارو که نمیگیرم، ست بی تو کی دارم دیگه نمیخوام. این باکس ها همه رو احتمالا بگیرم، کلاه قرمزی رو بگیرم دیگه. باکس ها چیه؟ خب نه هم که دارم و حاجی یه دونه اینو میگیرم، کلاه قرمزی رو میگیرم بچه‌ها، این باکس ها رو میگیرم، شاید اگه جمعم اضافه اومد یه کارت چیزم بگیرم چون دارم. حالا اول یه دونه از این بگیریم. خب اینو بگیریم، حالا یه دونه دیگه بزنیم. 76 خودش خیلی پایین افتاد، ولی خب نفرش بزنیم. چی بگیرم آقا؟ چرا داره اینطوری میافته؟ شلوار رففو که دیگه نیاز ندارم، میگم اون کلاه قرمزی رو فقط میخوام. خب اینو بگیرم. بعد ریفرش بزنم دوباره این افت. اینو بگیریم آقا، باکس ها رو میگیریم، بعد یه دونه دیگه بزنم. 85 افتاد، خوبه. اینو بگیرم دیگه الان. خب حاجی دیگه یا ریفرش بزنیم ببینیم چی بیاد. حالا یه 20 تا باکس از این بگیرم. خب آقا بنازم دیگه. چی؟ یه دونه دیگه هم بزنیم از این ریفرش رو. آقا یه 10 تا باکس هم از این بگیریم. حاجی دعا کنیم فقط این امدم و لول 6ش میخوام کنم، بودم من برم بالا، دعا کنیم بشه حاجی. خب این ریفرش از اینا بزنیم. خب چیزی از اینجا نمیخوام، یکی دیگه بزنیم. آقا چرا اینطوری داره میفته؟ یعنی چی حاجی؟ خب الان بهترین چیز اینه که اینو الان بگیریم دیگه قاعدتا. خب این بزنیم 90، اینو بگیریم به جا 660 دادیم حاجی بنازم. بعد خب یه نه ریفرش بزنیم بریم باز هم اگه چیزی به کارم میاد بگیریم. نه چی دیگه اونه، یه نه 15 تا باکسی میخوام. آقا چرا نمیافته؟ اینا چیه؟ نه نه چه وضعشو نمیستم. بذار اول اینو بزنم چرا میافته. 76 خدا چی چقدر پایین. بذار که اینو بزنم، اینم بگیریم و خب
آقا بریم ببینیم تا الان چیا داریم. خب بریم باکس ها رو باز کنیم بچه ها. خب آقا اول میریم اینجا 134 تا داریم با 2 تا کارت 55 تا باکس داریم کلا حاجی، خیلی کمه. بذار ولی یکی باز کنم. 3 تا داد 14 تا حاجی. یه یکی میزنیم با 3 تایی چرا میدی؟ خب ای بابا 28 دادش تا الان 182 تا داریم. همینطوری یکی میزنم تا 40 تا، بعد ببینم چند تایی هی میده. 4 تا 4 تا کلا 4 تا داره میده 3 تا. خب 37 تا داد 2 تایی بزنیم. خب 12 تا داد، فکر کنم 2 تا 6 تایی یعنی داد 2 تا دیگه 2 تایی بزنیم. 8 تا دیگه 2 تا 4 تایی داد 8 داد 3 تایی بزنیم. 17 تا داد یعنی چند تا نمیدونم. خب ریاضی بچه ضعیفه واقعا. خب بزنم جلو. آج میخوام 20 نه 13 تا داد 4 تا داد 16 تا حالا 12 تا رو 59 تا داد. آقا بازم خوبه، بد نبود. خب 397 تا الان داریم بچه. اول از همه بریم داخل امده ها. خب امده ها میزنیم روی این. حاجی امده ها لول 6 کردیم بنازم. خب این که نه اینم نه. کو امده این امده هم میتونیم ببریم. نه ام4. خب آقا چی رو ببریم بالا؟ صف کن ببینم. صف کن فکر کن. وودو اول ببریم یه دونه بالا. حاجی تا 3 بیشتر نیومد یعنی. صف کن ببینم آقا یعنی چی. من بازم باکسی داریم باز کنم. چیه حاجی چرا اینطوری شد آقا؟ خب چیکار کنم الان؟ بذار بیام داخل. نمیدونم والا چیکار کنم الان. بقیه هم برم یه شلوار اف رو بگیرم بچه ها. شلوار اف نه حاجی سن الان چیه اینجا؟ اینم که نه حاجی چیز درستی نیسته. سب کن بریم داخل چیزا ببینیم چی داریم بگیریم. لول 4ش میخوام کنم وودو. سب کن لول 4ش کنیم وودو دیگه. بریم چند تا باکس باز کنیم. چلتایی. خب نه 40 تا که زیاده بگیریم. سب کن 12 تا میگیریم. نه دمت گرم. بریم داخل چیز. 4 تایی داد بازم. 7 داخل. سی و 5 تا داد. خب سعی کنم بگم بازش کنم دیگه. بچه ها مبارک باشه بنازم. خب 18 تا توکن میخوام آجی. فکر کنم 3 تا دیگه باز کنم حله.
کدوم قسمت بود رفتم باز کردم؟ آجی کجا بود؟ خب بنازم 3 تا آسون هست. آره بس. خب حاجی بچه شانسی 20 دادا بنازم. بریم داخل اینو. بچه ها بودمونم لولشو 4 کردیم حاجی بنازم. آقا وودمونم لول 4 کردیم بنازم. خب یه سته خفنم بزنیم. اینو بزنیم، اینو بزنیم، اینو بزنیم. خب این یا همین خوبه این. خب آقا بنازم بودمونم لول 4 شد و بچه ها ست خدا شد دیگه بنازم. آجی نمیدونم شلوار اف رو بگیرم یا نگیرم. صبر کنم چند درصد خدافه. با کنسل شد نمیگیرم. شلوار اف به کارم نمیاد. کلی شلوار دارم آجی کلی شلوار دارم. آره بچه ها دمتون گرم دیگه. آره خودش گرفتیم و وودو لول 4 کردیم. امده هم لول 6 کردیم. بعد الکی 1600 تا جن به فنا رفت. حاجی نه دوباره نظرم عوض شد بچه ها. بعد اومدم این شلوار خونگی هم بگیرم. خب بعد شلوار اف هم بگیرم دیگه. آره شلوار اف کوی شلوار اف هم بگیرم قشنگ خدایی. خب حاجی اول یه دونه نه دیگه اول همین رو بگیرم. حاجی کاش میشد اینم عوض کرد ولی خب اول اینو بگیرم. چیز خفنیه. بعدی از نمیتونم 78 آخه داشتی. وای 219 تا میخواد. آقا بگیرم میگیرم دیگه. یه شکلی بل خرجی و آره خداییش بنازم. بریم آفر بعدیش هم میخورم. 80 خوردم آجی. این که نه آجی نمیدونم اینو بگیرم یا نگیرم. بزنم تیشرت دارم بچه ها. تیشرت برم چی دارم. تیشرت هم زیاد به درد نمیخوره آجی. ولی اینا هم قشنگ نیسته خودش تیشرتش. بچه شما هم نگیرم. کوشش تیشرت هم دوتا رو دارم دیگه. ولی نه آجی بسته دیگه. آره آقا عشقای من دمتون گرم تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد به دوستاتون معرفی کنید. لایک و سابم فراموش نشه. اون زنگوله کنارش هم بزنید. عشقای منی تا ویدیوی بعد خدافظ.